اونجا یه استوری دوباره گذاشتم، آقا کی بیداره؟ کسی مشهد آیا ساکن هست خانواده دار باشه دیگه؟ استوری ها مردم دیدن دیگه، کسانی که توی پیجم هستن آقا میبینن استوری ها رو. من هنوز تو آرشیوا اون استوری رو هم دارم. آقا ما اون شب من خیلی ترسیدم، گفتم وای نکنه با من این کاری بکنه، از اون ترنسا بود. ولی من خدای چیز بد ازش ندیدم، خدای دارم میگم. آقا ما همون لحظه اسنپ گرفتم، یه نفر ریپلی کرد که آقا ما خانواده داریم، خواهرم بام زندگی میکنه، برادرم بام زندگی میکنه و دوتا دخترام. شوهرم متاسفانه فوت کرد. و من روم نشد، گفتم بابا چطور قضیه. بعد نگو این رفیق همون ترنسه بود که استوری کرده بود. ما هم لیدا رو میشناسیم، چند وقتی با هم رفت و آمد داشتیم. به خود لیدا هم بگید ترنسه هاشم، به قول شما اسمش هاشمه، بهتون میگه. آقا ما رفتیم، گفتم که آقا من مزاحمت نمیشم، یه ساعت دو ساعت موندم، یه کاپوچینو خوردم، کاپوچینو. شامم خدا سرشاده شامم نخوردم. رفتم آقا اسنپ گرفتم، رفتم خونه همون خانواده داره. ماشاءالله من دیدم خانوادگی منو دنبال میکنن. همون دختره هست که اسمش میتراه، اسم خواهرشم آتنا، آتی اسمش، آتیه اسم داداشش هم بهروزه. آقا ما رفتیم اینقدر ما رو تحویل گرفتن. آقا محمد ما شما رو دنبال میکنیم، دو تا دختراش آقا اصلا خیلی دوستم داشتن خدایی. ولی خدا وکیل کار ندارم، داداشش چقدر با معرفت بود، داداش اون خانوم خیلی با معرفت بود اصلا. یعنی میرفتیم آقا بیرون، میرفتیم شاندیز، میرفتیم سمت کجا دیگه من از اون خونه، اصلا اون خونه ترنسه کلا 2 ساعت 3 ساعت بیشتر نبودم، چون من خودم معذب بودم خونه اون ترنس. شما چه گیری دادید به اون ترنسه و بابا. نمیدونم، همیشه مردم در صحنه که قضاوت میکنم من بدم میاد. بذارید من خودمو بیارم بالا. چرا خانم رفت پایین؟ الو، الو، خانم چرا رفتی پایین؟ این نازی کیه؟ بچه‌ها بذارید من این گوشیمو دوباره اینجا بذارم، نوشته کاریت نداشت. بابا آقا من کلا از ترنس میترسم. حالا دیگه نمیدونم، حالا آقا شاید به من کار نداشته باشم، من آقا به شخصا میترسم. من همچی آدمی. الو، آقا بحثو ببندید کلا دیگه. الو، رفت پایین خانومه؟ نوشته که کاری باهات نکرد. خدا سرشاده من نمیدونم شما واقعا مغزتون انقدر خرابه که. الو، الو، الو. بچه ساعت چند؟ او 2:36. الو، خانم مهیا. نوشته که قورباغه چشم میاریم بالا یان چی؟ نمیدونم چی میگی خانم. آقا این فاطمه کیه؟ بذارید خانم فاطمه رو بیاریم بالا. بچه شما تصویر خانم مهیا رو نداشت. خانم نیل نگین شما خواستی تشریف بیارید بالا ولی نیومدید. الو، سلام. خانم چرا تصویر تو ندارم من و اصلا کلا نیستی. خب بیار تو تصویر دیگه. اشکال نداره، بیار تو تصویر رو. چه نه اون تصویر رو. رفت؟ رفتش یا هست؟ خانم بچه ها تصویرش بالا هست یا رفت؟ من خانومت ندارم بالا. نه خداییش رفت. نوشته که نه، رفتش. بچه ها بذارید بیارمش دوباره بالا. انشالله که نت خوب باشه.
تشریف بیاره بالا. دوستان، خانم فاطمه تشریف نمیاری بالا؟ خانم نگین، نیل نگین، نمیدونم چی، شما درخواست داده بودید ولی نمیدونم چی شد. تصویرتون انگار بالا نمیومد قبل اینکه این ترنسه رو بیارم، ولی شما رفتید. مبینا وایسا فیلتر شکن بس کنم. بس کن خانم، بس کن، ما منتظر شماییم. هر موقع اوکی بودید بگید ما بزنیم بیای بالا. درخواست بده، یعنی خانم فاطمه. آقا ما یه سری واقعا بی‌تربیتی میکنن، واقعا در شأن شما نیست و زشته. در شأن شما نیست، زشته و ازتون خواهش میکنم، ممنونم از اینکه درک میکنید. هادی رو بیار سلام. لاغت جذاب میشه. هادی کیه؟ نمیشناسم والا. راجب کی داری درد میزن؟ خوبی خانم؟ مرسی، شما خوبی؟ سلامت باشی خانم. تصویرتون الان ندارم. الان اومد، الان اومد. خوبی؟ خانم ماشاءالله چقدر خوشگلی شما. مرسی. خانم چیزی شده میخندی؟ نه. داره ذوق میکنه با شما صحبت میکنه. واقعا ما سلامت، ما فکر کردید دارید میخندید، گفتم بشنوید ما هم بخندیم. جوکی اگه جوکی چیزی هست. نه عزیزم، سلامت خوشحاله باشی با شما. شما. سلامت باش. شما خواهرشید یا مادرشین؟ من خواهرشم. خواهرش؟ بابا ماشاءالله انگار فکر کردم مادرشه. نه بابا، پشما. مامانش هم خواهر. نوشته که منو میگن نوشته بچه ها محمد جان. هادی آقا، هادی آقا شما بعد ایشون درخواست بده، من شما رو میارم بالا انشالله. الان دیدمت ولی کامنتت از پین رفت. الان من با خدا ندارم کامنتتو، ولی درخواست بده. خانم پویشه خودت بکنی معرفی. من شاهرودیم. خب 19 سالمه. همین دیگه. این خواهرت چرا نمیاد تو تصویر؟ میای؟ سلام، خوبی؟ وای چه خواهری. خوبی خانم؟ سلام محمد جان، خوبی داداش؟ مرسی آبجی تبسم. خوبی شما؟ خوبی خانم؟ بابا جفتتون بیاد تو تصویر. ای جان، ای جان. میگن خواهر رو ببین، خواهر رو بگیر. یوهوی. نه بابا، تو بگیرم نیستی، همه رو سر کار میذاری. نه من سر کار نمیذارم. اتفاقا اگر دختر بلا نسبت شما و بلا نسبت دخترای لای دختر، اگر دختر تو دل بروی باشه، الان شما ما قصدم با هیچ کدوم از شماها نیستا، یه وقت بی احترام به هیچ کدومتون نشه. دختری که به دلم بشینه، نجیب باشه و واقعا ذات داشته باشه، من اونو واقعا تا آخر زندگیم دوستش دارم. به جان مادرم اینو جدی میگم. منم خیلی شما رو دوست دارم و همیشه دنبالتون میکنم، پستاتون و تو لایواتون بیشتر هستم، ولی خب هیچ موقع بالا نیاوردی ما رو. لطف دارید شما، ولی محمدا بگیرن. نه بابا. با خدا من هر محمدی رو دیدم بگیرم، ولی امیرا بلا نسبت بعضی از امیرا و اونایی که تو لایون یه سریا لاشیه. شما چند سالتونه خانم؟ من آه 30 سالمه. چی؟ 30 سالمه. خانم تون تاریخ انقضات گذشته پس. خانم تو باید دنبال 40 ساله ها بگردی دیگه، نمیتونی. نه من اصلا دنبال شوهر نمیگردم، خوشبخت من خودم مستقلم. بعد یه سال خدایی، یه سال، یعنی
یه آدم کم سن و سال بیاد بهت واقعا مثلا ازدواج میخواد بکنه، خدای قبول میکنی مثلا 23 سال 24 سال باشه؟ نه، چون اون درکی از زندگی نداره. چه ربطی داره؟ یعنی من انقدر خرم؟ نه، من خودم خانوم مستقلم، ریدی شوهر بهم، نمیخوام. خانوم ریدی بهم، دیگه نمیخوام. نه، من اصلا کلا ایران نیستم. من الان 10 روزه اومدم ایران، دوباره برمیگردم میرم ترکیه. ایران الان نیستم. مگه الان ترکیه ای یا نیستی؟ نه ترکیه بودم، اومدم 10 روز ایرانم، آه، شنبه میخوام برم ترکیه. تو یعنی با این صورت ترکیه زندگی میکنی؟ چرا مگه صورتم چجوری؟ نه نه خانم، منظورم اینه که شما بهتون میخوره بیشتر ایران باشید تا ترکیه. نه عزیزم، من ترکیه ام. ماشاءالله شما لاکچرید. مرسی. الان دیگه همه دخترها خودشون مستقلن دیگه، هیچکی شوهر والا نمیخواد. چی بهت بگم با قرآن، این میگم این فاطمه، اسمش فاطمه. بله فاطمه است. طيب فاطمه یه دقیقه ببینمت. میگم اسم خواهرت چیه؟ نازی. چی؟ نازی. نازی. میبینم چقدر ناز داره، ای جان نازی، من اسم نازی خیلی دوست دارم. من شما هم اهوازی هستی؟ ما اهوازی هستیم ولی بندر عباس زندگی میکنیم. من اهواز اومدم، دوست اهوازی دارم. میگم این خانم فاطمه، الان خانم فاطمه شما گفتی 19 سالته؟ بله. اصلا بهت نمیخوره. تو دوست پسر نداری نه؟ یعنی خدایی نه، نه. خودمونی خدایی تا حالا نداشتی؟ ناموسم. دیگه توش نمیشه صحبت کنه، خجالت میکشه. ولی داشتی، از چشات مشخصه، دارم همه چی تو چشات میبینم. نه این داشته باشه به من میگه. ما کلا اصلا دوست پسر نمیگیریم عزیزم. چه ربطی داره؟ یعنی ببخشید ما هیچی ولش. نه دیگه، الان خود دوست دختر نداری دیگه، ما هم دوست پسر ما نداریم. نداریم. شاید من خواستم خواهرتو رل بزنم باش. خب بزن، اگه خودش دوست داره بزن. نه اصلا وقتی نگاه کرد میدونم حسش کلا پرید. راستی من اومدم تولدتو بهت پیام دادم، دایرکتت اومدم جواب ندادی. فکر کردم گفتی تولدت، میخواستم بیام، گفتم یا خدا عشق خب منی نه تو، ولی با خدا خیلی مردم دایرکت به من میدم والا نمیبینم. من لهجه‌تو خیلی دوست دارم. عزیزی جدی میگم لهجه‌تو خیلی دوست دارم. قربان شما، من سلامت باش. من شما چند وقته دوستای دنبالم میکنید؟ چند وقته؟ من 1 ساله. خواهرت هم 1 سال، شما هم 1 سالی؟ آره با هم دیگه. تولدت مبارک محمد جان. مرسی عزیزم. 22 آذر بود، 8 روز 10 روز پیش بود، 14 روز پیش بود. خانم فاطمه خجالت میکشه که دندونش دیده بشه، یک نیش داره. چی؟ عشق من تو لبت. میگم یه سوال دارم، میشه این پرسینگتو نشونمون بدی از کجا رد شده؟ تو لبش. یا اول فصل. خب باشه غلط کردم، برو عقب. میگم یه سوال داره، اصلا با همین میخوابی جدی؟ با خدا درد داره. من اصلا نه این بابا درد همینجور، نداره. بابا این الان همینجور توش گیر کرده، غذا میخوری یعنی درد نمیکنه خدایی؟ نه یه پرنده داریم همیشه با این بازی میکنه، میاد اینجوری با نوکش میگیره میکشه. اینقدر من سینگلم، پرنده میاد با این بازی میکنه. خب من خودم میام باش بازی میکنم. بازی کن.
والا مگه من اینجا مردم؟ خودم میام با پرسینگت بازی میکنم اینجوری مثل خدا پرنده. نکنه. والا ما حالمون زیاد خوب نیست. امشب اومدیم یه لایوی گذاشتیم، دیشب یکی از رفیقامون فوت کرد، یکی از بهترین رفیقای آره صمیمیم تو لایو اتفاقا بودم. من دیشب بهتون تسلیت گفتم، غم آخرتون باش. مرسی آبجی، سلامت باش. والا ما امشب اومدیم لایو گذاشتیم، گفتیم بابا یه ذره روحیه‌مون عوض شه، قرار باشه هی قصه بخوریم، خواهم اینجور خودمون داریم بگاه میریم. آره اومدم براتون کامنت گذاشتم، استوری رو دیدم گفتی لایو بذاریم، کامنت گذاشتم گفتم بذاریم. مردم مثلا میگن محمد ما لایواتو میبینیم خیلی انرژی میگیریم، با خدا. آره من واقعا از استوریاتون، از پستتون، از لایوتون، از همه چیزتون من روحیه میگیرم، مثلا خوشم میاد، دوست دارم. عزیزید شما. میگم خانم یه فاطمه چیزی چرا خوش جان؟ میگم یه چیزی بگم باورتون نمیشه، من تو لایو هیچ کسی تا حالا نرفتم، شما اولین نفری هستین که رفتم. سلامت باشی، افتخار دادین شما اومدین، تاج سری. مرسی. قربونت، ما دوستت آقا داریم. من اگر واقعا دوستان میبینید اگر بی احترامی کردم اولا من معذرت میخوام، دوما دوستانی که دارن کامنت میذارن من کار به کسی ندارم تا کسی که با من کار داشته باشه. چرا آقا؟ احترام میاره. کسی که به توهین کنه، فوش مادر بده، دیگه اون بحث جداست. یا بخواد فوش بده. آقا من اصلا خدا وکیل خودتون تو لایوهای من بودید، میشناسید چه جور آدمیم، کار به هیچ کی ندارم. با کسی هم شوخی میکنم اول ازش اجازه میگیرم، ازش میپرسم آقا متأهلی مجردی تا من یه برخورد دیگه بکنم. مجرده یه برخورد دیگه، اگر متأهله بفهمم حد خودم از حدم نگذرم که برای من و برای بنده خدا دردسر بشه. همیشه همین سوالو پرسیدم و همتونم میدونید. بله عزیزم. ولی اما مثلا محمد ایشون مجرده به یه برش هم نیست. جان خانم. میگم محمد، ولی این پستایی که راجع به شهاب میذاری خیلی باحاله، من خیلی دوست دارم. عزیز من شما سلامت. مال شهاب. نوشته که آقا، نوشته چقدرم قصه خوردی دیشب رفیقت فوت شده، حداقل چند ساعت ناراحت می بودی. آره اصلا ناراحت نشو، همش فیلم بود. من از شما معذرت میخوام که من برای شما فیلم بازی کردم. هر جور دوست دارید فکر کنید. این بحثم ببندیم اصلا که مردم فقط قضاوت نمیدونن، ما تو زندگی ما نیستن بفهمن. خانم فاطمه شما الان کدوم شهرین؟ شاهرود، شاهرود کجا میشه؟ استان سمنان. باورت میشه اولین سمنانی هستی که اومدی تو لایوم؟ خب میگم محمد هر موقع خواستی بری مشهد از سمت سمنان اومدی بیا شاهرود، ما در خدمتتون هستیم. سلامت باشی. ولی آقا یه سوال، سمنانی ها چجور آدم؟ مثلا تا حالا با آدم سمنانی سر و کله نزدم، اصلا خیلی ما کمیابن انگار، نمیدونم. ببین سمنان، ما 2 ساعت از سمنان فاصله داریم، یعنی شاهرود زندگی میکنیم. سمنانی ها آدمای خیلی خشکی هستن، یعنی آدمایی که با هر کسی برخورد خوبی ندارن، ولی ما آدم شاهرودی ها فرق. خانم شما که خودتون مگه سمنانی نیستین؟ نه ما شاهرودیم، 2 ساعت از سمنان استان سمنان، شهرستان شاهرود. خب یعنی سمنانی ها چطور آدم خشکن؟ یعنی نفهمیدم منظورت. فکر نکنم یعنی اینجور آدم آدمی باشن. عزیزم، خب ما اینجا چیه میدونیم. یعنی منظورت خسیسن؟ خیلی خشکن، یعنی خوش برخورد نیستن. والا من تا حالا سر و کله نزدم اصلا. والا من با آدم سمنانی سر و کله نزدم، ولی همه ایران سرای من است، همیشه گفتم، چه خوب چه بد. ولی محمد هر موقع خواستی بری مشهد ما سر راه هستیم، میتونی یه کلوه درویشی داریم، حتما تشریف بیاریم، در خدمتتون هستیم. سلامت باشی انشالله. خانم خیلی خوشحال شدم. مرسی، همچنین ما. عزیز منی. خانم فاطمه خیلی خوشحال شدم. اشک نه، چرا داری گریه میکنی؟ از غم دوریته. ایو
باشه خانم، خیلی آقا خیلی خوشحال شدم، لطف کردید که اومدید توی لایو. ان شاءالله شب خوبی داشته باشید. همچنین همچنین مرسی ممنونم. مواظب سلامت خودتون باش. باش، شبتون قربان بخیر. شما. مراقب پرسینگت باش، بهش آب بده حتما. چشم حتما مرسی. عزیزم قربونت. فعلا شب خوش. خدا نگهدار. خدا چه خداییش خانواده محترمی بودن. از اون خانواده هایی بودن که واقعا محترم بودن. خداییش کار ندارم ولی حال کردم با اخلاقش، واقعا حال کردم. یعنی اخلاقشون ماشاءالله 20 گل 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 بودن با قرآن. ای بنازم به این اخلاق گل و با معرفت و خونگرم و مهمون نواز بودن. خدایش گفتن آقا هر کسی بلا نسبت کسایی که تو لایون، هر کسی جرئت نمیکنه میگه بیاید خونه ما تشریف بیارید، یه کلبه درویشی داریم و بیاید خونه ما و مهمون نواز باشن. چون یه سریا شاید مکان نداشته باشن، شرایطش نداشته باشن، خودشون دست به دهنشون نمیرسه، یا جاشون کوچیک باشه، یا فرشی نداشته باشن. ولی همینایی که حتی حرفشو زدن یا آقا مهمون نواز بودن. به نازم آقا مال اهل شاهرود، بنازم پرچم شاهرود بالا، پرچم بلوچ بالا، پرچم بندری بالا، پرچم ما خودم که خوزستانم پرچم خوزستان بالا، پرچم کردستان بالا، پرچم ترکا بالا، پرچم بندریا بالا، پرچم لوریا بالا، پرچم لکا بالا، پرچم شیرازیا، بوشهریا، دیگه کجا رو نگفتم، تهران، دیگه مشهد، کرمان، کرمانشاه، همدان، همه ایران سرای من است. عشقید به خدا، جدی میگم. یعنی واقعا افتخار میکنم آقا ایرانی. واقعا اصلا ایرانی محاله مثلا یه ایرانی نداشته با یه رفیق. مثلا فکر کن داری میری کشور خارج، بعد یه ایرانی وقتی ببینی خوشت بیاد از یه ایرانی دیگه. چرا؟ همزبون خودت داری پیدا میکنی که آقا مهمون نوازه. ولی یه خارجی، یه نگاه به خارجی ها بکنی، خارجی ها اصلا همچین ذاتی ها ندارن. نمیدونم چرا حس خوب از خارج جماعت نمیگیرن. خونه میگم بدن، یه سری از خارجی ها خوب. آقا خوب و بد همه جا هست. ترکمن، صحرا، گنبد، ولک آبادان رو نگفتی، آبادان، قم، قشم، شیراز، تهران، همه رو گفتم عزیزم. قشم بازم تاج سرید همتون. محمد بمو نگفتی، جهرم، ماشاءالله همه ایران همه جا هست انگار. آقا من لایو کم کم قطع میکنم. صدرا رو بگو. عشق منید شما. آقا این آقا هادی چرا نیستش؟ من خدا درخواستش تو لایو هستم، به والله منتظر درخواستش تو لایو هستم، ولی درخواست نداده بهم. آقا من نداده بهم، والله بالله نداده. من بهش گفتم آقا هادی، حالا من نمیشناسمش به جان مادرم، گفتم آقا درخواست بده، من انشالله تشریف میارم بالا. ای بابا چرا کامنتشو پیدا نمیکنم؟ کامنتشون بالا بود. صبر کنید صبر کنید.